بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. در بخش صدای سلامت میشنوید از درمان‌های ساده و آسان و خاصیت‌های گیاهان. در این بخش آشنا می‌شوید با بیماری‌ها و درمان آنها. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو مهر. خوش آمدید به برنامه خودتان، برنامه صدای سلامت. من شهنازه هستم، مجری برنامه رادیو مهر به همراه کارشناس و محقق طبی نیاگان جناب محمدی حکیم. سلام علیکم استاد. خوش آمدید به این برنامه. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و همکاران زحمتکشتان. سلام علیکم شنوندگان عزیزی رادیو مهر. امیدوارم حالتان مثل همیشه خوب باشد. دوستان، در این برنامه کمی درباره درد معده و علامت‌های آن گفتگو خواهیم داشت با جناب محمدی حکیم. استاد، اگر ممکن است قبل از وارد شدن در بحثی درمان اندک در رابطه با معده و نقش آن در سلامتی توضیح دهید. معده مهمترین عضو بدن هر انسان است. بیماری یا تندرستی هر شخص تا حد بسیار زیادی وابسته به عملکرد صحیح معده دارد. معده خانه تمام بیماری ها و یا مرکز شفا و درمان تمام بیماری هاست. دلیل این سخن این است که ابتدای به وجود آمدن خلط ها و خون و به دنبال آن اعضا و ارواح و قوا و افعال وابسته به سلامتی و عملکرد صحیح معده است و در غیر این صورت خلط فاسد تولید می شود و به خون ناسالم تبدیل می شود که در نتیجه اعضای بدن از این خون تغذیه می کنند و باعث به وجود آمدن بیماری های مختلف می شوند. چقدر جالب! متاسفانه در جامعه مدرن و ماشینی امروز انسان‌ها رفتارهای مناسب با این عضو مهم و حیاتی ندارند. به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم تا یک برنامه اختصاص دهیم در رابطه با معده. بله شهنازه بانو، بسیار انتخاب مناسب کردید، چون معده در حقیقت یک عضو مهم بدن ما است. در این جامعه امروزی اهمیت چندانی ندارد. با پر کردن معده از غذاهای رنگارنگ و نامتعارف و بدون ارزش غذایی موجب آن می شوند که معده از این غذاهای بی‌کیفیت خلط‌های ناسالم تولید کرده و زمینه انواع بیماری ها در اعضای مختلف بدن از جمله درد معده را فراهم آورند. بنابراین اگر خشت اول صحت و تندرستی از معده کج گذاشته شود، تا آخر این کجی ادامه خواهد یافت و ستون سلامتی استوار نخواهد شد. بله قطعا همین است. من از شما و شنوندگان عزیز خواهش میکنم قبل از خوردن به غذای خود نگاه کنید. آیا می دانستید
ما از پیامبر اسلام حدیثی داریم می‌فرمایند به غذایی که می‌خوری نگاه کن. این حدیث یک معنی ظاهری دارد. بله، موقع خوردن نگاهت به خوراکت باشد. و یک معنی دیگر دارد که من آن را اینگونه فهمیدم. به غذایی که می‌خوری نگاه کن. آن خوراک حلال باشد. آن خوراک کسی دیگری نباشد و به تو ضرر نرساند. غذایی که می‌خوری باید به تو فایده داشته باشد و انرژی بدهد و از گرسنگی تو کم کند و فقط برای لذت بردن نباشد. و این غذایی که می‌خوریم از زمانی که وارد دهان ما می‌شود تأثیر گذاریش شروع می‌شود و اوج تأثیر و اثر غذا در معده است. استاد، حال اگر کسی رعایت نکرد دچار درد معده شد، چیکار باید انجام دهد تا دردش تسکین پیدا کند؟ شهناز بانو، ما در طب سنتی سعی داریم تا بیماری ها را از ریشه درمان کنیم و درمان ما درمان ظاهری و سطحی نباشد. اگر معده یا هر عضوی از بدن شروع به درد کند، ما باید ببینیم که سبب این درد چیست و چه چیزی باعث درد شده است. اگر فقط درد را از بین ببریم و چیزی که باعث درد شده است را درمان نکنیم، ممکن است که آن درد با شدت بیشتر دوباره به سراغ بدن بیاید. البته به همین خاطر است که اگر شما بخواهید با طب نیاگان درمان کنید، ممکن است زمان درمان کمی طولانی تر باشد. و اما درمان اول چای لیمون. 1 عدد لیمون را در 1 استکان آب جوش آمده فشار دهید. بهتر است کمی عسل طبیعی نیز به آن اضافه کنید تا تأثیر آن بیشتر باشد. و کسانی که درد دارند در همان زمان میل کنند و هر روز صبح ناشتا از این نوشیدنی استفاده کنند تا کاملا درمان شوند انشاءالله. نسخه دیگری هم هست که تقریبا همه با آن آشنا هستند. نسخه چای زنجبیل یا همان امبیر. برای درمان درد معده، اگر دلیلش هضم و حل نکردن غذا باشد یا حل کردن غذا بسیار طول کشد، برای درمانش میتوان چای زنجبیل مصرف کرد. نسخه سوم چای بابونه. دمنوش بابونه به آرام شدن دردهای عصبی معده و سوزش سر دل و کم کردن حالتهای تهوع و دلبیجاگی کمک زیادی میکند. نسخه دیگری هم هست که همه شما با آن آشنا هستید، چای نعنا یا همان پودینه. در نعنا و برگهای آن یک مسکن طبیعی درد است که باعث می شود تا دردها کم شود. امروزه در داروخانه ها قرص نعنا را می توانید پیدا کنید. اگر میل چندانی به نوشیدن دمنوش ندارید، قرص نعنا به عنوان آرامش بخش برای شما توصیه می شود. بانو شهنازه، در کنار همه درمان ها اگر شما پرهیز نداشته باشید، این داروها هیچ فایده ندارد. پرهیزات را باید همیشه رعایت کرد. مانند نخوردن چای سیاه، پرهیز از چای سیاه. اگر از ورم معده شکایت دارید، وعده های چای سیاه خود را به حداقل برسانید. استاد، تشکر زیاد، خیلی استفاده کردیم از گفته های شما. من هم تشکر میکنم، هم از شما و هم از شنوندگان عزیزی رادیو مهر. امیدوارم همیشه صحیح و سالم باشید. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدارتان. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، سوالات و پیشنهادهای خود را
که در رابطه با بیماری یا تیب یاگان است به شماره واتساپ +49 177 390 99 94 ارسال کنید. ما در برنامه‌های آینده هم در رابطه با بیماری‌ها و راه‌های درمان ساده آن صحبت می‌کنیم. دوستان فارسی زبان، لطفاً برنامه‌های ما را دنبال کنید. امیدوارم از این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه بعد برای شما شنوندگان رادیو مهر آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. خدا یار و نگهدار. خداحافظ.